نصف لیوان نشاسته ذرت، یکم آب توش میریزیم، قشنگ به هم میزنیم تا خوب حل بشه. لذت که رسید از تو صافی ردش میکنیم. حالا 3 لیوان دیگه آب بهش اضافه میکنیم. تو موقع جوشیدن سفت میشه. حالا میزنیم روی گاز و شروع میکنیم به هم زدن. قشنگ به هم میزنیم تا جوش بیاد. جوش هم که اومد باز به هم میزنیم تا خوب نشاسته توی آب پخته بشه. حدوداً 5-6 دقیقه باید نشاسته توی آب پخته بشه تا اون بوی زخمی از توش خارج بشه. هرچی که میجوشه این داره میره رو به سفتی میشه، رنگش مثل شیر سفید میشه. این قرمز رسید دیگه زیرشو خاموش میکنیم. ببینید که این قرمز که برسه چرا کل ایران فقط میتونه توی یزد پیدا کنه، چون هیچ جای دیگه این دسر رو درست نمیکنن، مخصوص یزدی‌ها. حالا تا سرد نشده ظرفمون رو میاریم و ظرف میکنیم. تا سرد که بشه میبنده، سفت میشه. یه خورده که از حرارت افتاد میذاریمش توی یخچال تا ببنده و خوب سفت میشه. نصف لیوان نشاسته به ما یه کاسه ماغوز میده. این دیگه میره توی، اول سرد میشه و بعد میره توی یخچال. قوت ما که از یخچال بیرونش آوردیم، یه خورده شیره نبات بهش اضافه میکنیم و یه خورده هم گلاب. این دسر طعم فوق‌العاده خوشمزه و عالی داره و نکتهش اینجاست که اینطور باید برشش بزنیم به صورت موازی هم دیگه. و حالا این طرفش